الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران و خواهران محترم و معزز و مکرم، بینندگان ارجمند شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم در قسمت 127 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. در این قسمتی از برنامه با باب جدیدی از ابواب فقهی حدیثی که او باب روزه یا صوم هست، رکن چهارمی از ارکان اسلام شروع میکنیم. بعد از اینکه در سلسله از قسمت های گذشته احکام و آداب و مسائل و فضائل رکن سومی از ارکان اسلام که زکات بود او را بیان کردیم و احکام زکات فرضی، احکام و فضائل زکات و صدقات نفلی و همچنین احکام و مسائل صدقه فطر، اینها را در سلسله از برنامه های گذشته در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کرده بودم و ان شاء الله در این قسمت و در قسمت های آینده احکام و مسائل و فضائل رکن چهارمی از ارکان اسلام که روزه هست او را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد و در این قسمتی از برنامه در مورد تعریف روزه و حکم روزه و همچنین حکمت از گرفتن یا فرضیت روزه و شروط روزه، اینها را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد. در مورد تعریف روزه یا صوم که به زبان عربی صوم یا صیام گفته می شود، در لغت به معنای امساک یعنی خودداری و همچنین امتناع بازداشتن از یک چیز گفته می شود که از هر چیزی که انسان خودداری میکند باز می استد او را صوم گفته می شود، چی از خوردن باشد، چی از نوشیدن باشد، چی از رفتن باشد، چی از خواب کردن، چی از کردن هر کاری که باشد او را در لغت به معنای صوم یا صیام یاد میکنند و اما از دیدگاه شرعی علما برای از او تعریف خاصی کردند و او این است که امساک مخصوص من شخص مخصوص فی وقت مخصوص بشروط مخصوصه. صوم یا صیام یا روزه گفته می شود امساک یعنی خودداری مخصوص که انسان از چیزهای مخصوصی خودداری کند، خودداری کردن از خوردن و از نوشیدن و از جماع کردن در روز رمضان و همچنین خودداری کردن از دروغ گفتن و از بهتان و از کارهای حرام و مکروه در وقتی که انسان روزه می باشد. من شخص مخصوص، این خودداری این امساک از شخص مخصوص می باشد که او شخصی مسلمان، انسانی مسلمان عاقل و بالغ و قادر باید بوده باشد.
که انسانی باشد که مسلمان باشد، عاقل باشد و بالغ باشد و قادر بر گرفتن روزه باشد. فی وقت مخصوص، در وقت مخصوص که او شروع می شود از طلوع فجر یا صبح صادق تا به غروب آفتاب، که وقتی که صبح صادق طلوع میکند از او وقت باید انسان امساک کنه، امتناع ورزد از خوردن و نوشیدن، جماع کردن تا به اینکه آفتاب خورشید غروب میکند. به شروط مخصوصه، با شروط مخصوص که شروط این روزه که بعضیاش متعلق به خود روزه میشد و بعضیاش به وقت روزه، که اینها در احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و ثابت شده که او را بیان خواهم کرد. و روزه ماه مبارک رمضان یا صوم ماه مبارک رمضان و رمضان گرفته شده از رمضا، و رمضا در لغت عربی به معنای سنگ سرخ را گفته می شود، یا سنگی که توسط آفتاب جوش و سرخ می گردد او را رمضا گفته می شود. و چون رمضان در آن زمان در وقت شدت حرارت، شدت گرمی می بود و سنگ ها در اثر شدت گرمی آفتاب به سرخی و به جوشی می آمد، از او خاطر این ماه را ماه رمضان گفته شده. و همچنین بعضی علما گفتند چون روزه گناه ها را می سوزاند و گناه ها را از بین می برد و روزه ماه مبارک رمضان، لذا این ماه را ماه رمضان گفته شده، چون روزه‌ای که در این ماه گرفته می شود سبب سوزاندن و بخشش و مغفرت گناهان می گردد. و این بود تعریف روزه. و در مورد حکم روزه، ما دو قسم روزه داریم، یکی روزه فرضی و یکی روزه نفلی و مستحبی. روزه فرضی هم دو نوع هست. یک روزه است که شریعت اسلامی او را بر بالای ما فرض گردانیده که او رکن چهارمی از ارکان اسلام است و او روزه ماه مبارک رمضان هست. و نوع دوم روزه است که خود انسان بر بالای خود او را واجب و فرض می‌گرداند، در اساس از طرف شریعت فرض نیست، لیکن خود انسان او را بر بالای خود فرض می‌گرداند، مانند روزه نذری که شخصی بر بالای خود روزه گرفتن یک روز یا دو روز یا 10 روز یا یک ماه را نذر می‌گرداند که اگر این کاری ما آسان شد، مریضی ما خوب شد یا مسافری ما آمد، من یک روز یا 2 روز یا 3 روز روزه می‌گیرم. وقتی که این را بر بالای خود نذر می‌گرداند، این بر بالایش واجب می شود روزه گرفتن آن تعداد روزهایی که بر بالای خود نذر می‌گرداند واجب می شود. و همچنین روزه کفارات که شخص مرتکب قتل خطا می شود، بر 2 ماه باید روزه بگیرد. کسی که قسم میخورد باید 3 روز روزه بگیرد. کسی که زهار میکند باید 2 ماه روزه بگیرد. این روزه کفارات هم انسان با فعل خود او را بر بالای خود واجب میگرداند، نه از طرف شریعت در اساس واجب نیست. بعد از اینکه مرتکب یک فعل شد تا به خاطر آن فعلش این روزه بر بالایش واجب میگردد. غیر از این روزه ها که روزه ماه مبارک رمضان و روزه نذری و همچنین روزه های که کفاره هست، غیر از این دیگر روزه ها همه مستحب و سنت است. روزه دوشنبه و پنجشنبه و روزه ایام 20 که 13 و 14 و 15 هر ماه است، و همچنین روزه 6 شوال و روزه 10 اول ذوالحجه و روز عرفه و روزه یوم عاشورا که 9 و 10 هست. اینها سنت و مستحب هستند. و روزه بر بالای گفتیم که بر بالای هر شخصی واجب است، فرض است روزه ماه مبارک رمضان که مسلمان باشد و عاقل باشد و بالغ باشد و قادر بر روزه گرفتن باشد و مانعی از موانع شرعی در او نباشد. و فرضیت روزه ماه مبارک رمضان هم به آیه قرآن کریم ثابت است و هم به احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هم به اجماع امت اسلامی و هم عقل سلیم به این دلالت میکند که روزه ماه مبارک رمضان باید فرض و واجب بوده باشد. آیه که قبلا خدمتتان تلاوت کردم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنین، روزه بر بالای شما فرض گردانیده شده همچنان که بر بالای امتهای سابق فرض گردانیده شده بود، لعلکم تتقون، تا که با واسطه گرفتن این روزه شما تقوا را اختیار کنید، متقی شوید و پرهیزگار شوید.
و این آیه دلالت میکند به فرضیت روزه، چون کتیبه به معنای فریضه هست، یعنی روزه بر بالای شما فرض گردانیده شده و مراد از این روزه فرضی همان روزه ماه مبارک رمضان است که در آیه دیگری بیان شده که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فلیصم، که ماه مبارک رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده و کسی که این ماه را درک میکند باید این ماه را روزه بگیرد. و همچنین احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که دلالت به فرضیت روزه ماه مبارک رمضان میکند. از جمله حدیث متفق علیه است از ابن عمر رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت لمن استطاع الیه سبیلا، که اسلام بر پنج چیز استوار هست. بنا اسلامی پنج است و او گواهی دادن است به اینکه الهی جز الله متعال نیست، هیچ کس معبودی مستحق عبادت جز الله متعال نیست و محمد صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده اوست، و برپا کردن نماز و دادن زکات و روزه ماه مبارک رمضان و حج بیت الله، کسی که استطاعت از او را داشته باشد. و همچنین اجماع علما از عصر صحابه گرفته تا به امروز همه به این اجماع دارند که روزه ماه مبارک رمضان فرض است و رکن چهارمی از ارکان اسلام هست و این اجماع را علمای زیادی نقل کردند، از جمله ابن حزم و ابن قدامه و امام کاسانی رحمت الله علیهم این اجماع را نقل کردند. و همچنین عقل سلیم بر این دلالت میکند که انسان باید روزه بگیرد، روزه بر بالای انسان فرض و واجب بوده باشد. امام کاسانی رحمت الله علیه در بدایع صنایع 3 دلیل ذکر میکند به اینکه باید عقلا روزه فرض بوده باشد. دلیل اولش این را ذکر میکند که روزه وسیله شکر الله متعال است، شکر نعمتهای الله متعال است، همچنانه که در آیه قبلی خدمتتون تلاوت کردم که خداوند فرمود: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. بعد از او در آخر آیه خداوند متعال میفرماید که لعلکم تشکرون، ماه مبارک رمضان ماهی است که در او قرآن نازل شده، قرآنی که مایه هدایت برای مردم است. کسی که این ماه را درک میکند باید روزه بگیرد. و بعد از در آخر آیت خداوند میفرماید که لعلکم تشکرون، این روزه به خاطر عزیز که تا که شما شکر نعمتهای الله متعال را بجا آرید. امام کاسانی رحمت الله علیه میفرماید که چون شکر نعمت عقلا فرض و واجب است که یک منعمی بر تو نعمتی میکند باید شکری از او را ادا کنی، عقلا این بر بالای تو فرض و واجب است. و چون شکر نعمت فرض و واجب است، آنچه که وسیله از اوست که او روزه هست باید او هم فرض و واجب بوده باشد. و دلیل دوم این را ذکر میکند که روزه وسیله یا راه رسیدن به تقوا و به پرهیزگاری است. در آیه که قبلا خدمتتون تلاوت کردم: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنین، روزه بر بالای شما فرض شده همچنانی که بر بالای امتی های سابق فرض شده بود، و لعلکم تتقون، تا که شما متقی شوید، پرهیزگار شوید. و تقوا گفته می شود اتباع ما انزل الله و اجتناب ما نهى الله، یا اتباع ما امر الله به و اجتناب ما نهى الله عنه. هر آنچه که الله متعال ما را به او امر کرده پیروی کردن آن، و هر آنچه که الله متعال ما را از او نهی کرده بازداشتن از او، اجتناب از او را تقوا گفته می شود. و چون آمدن یا کردن هر کاری که الله متعال ما را امر کرده و باز شدن یا باز ماندن از هر کاری که الله متعال ما را منع کرده واجب هست، لذا آنچه که وسیله از اوست و هم واجب است که او روزه هست. این دلیل دوم بود که امام کاسانی را ذکر کرده که روزه از دید عقلی هم فرض و واجب است. و دلیل سوم این را ذکر میکند که روزه بر شکستاندن شهوت است. یکی از مطالب یا حکمت های روزه این است که توسط از این شهوت های نفسانی شکستانده می شود. شهوت طعام، شهوت شراب، شهوت جماع و هر نوع شهوت توسط روزه شکستانیده می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج
و من لم یستطع فعلیه بالصیام فانه له وجاء. ای جوانها، کسی که استطاعت ازدواج را داشته باشد باید ازدواج کند و کسی که استطاعت ازدواج را نداشته باشد باید روزه بگیرد، چون روزه گرفتن وقایه است برای انسان و وقایه است برای انسان از وقوع محرمات و وقایه است برای انسان از امراض و وقایه است برای انسان از شهوات نفسانی، از هر چیز وقایه برای انسان است. و امام کاسانی رحمت الله علیه می‌فرماید که چون امتناع از معاصی یا بازماندن از معاصی و از فحشا و از زنا و آنچه که وسایل زناست این واجب هست و مرتکب از او کسی که مرتکب این کار می شود مرتکب حرام می شود و هر آنچه که سبب عزیز که او را از آن گناه باز بدارد او هم واجب است. و چون باز داشتن یا اجتناب از محرمات واجب هست، آنچه که سبب از این می شود که او را از محرمات باز دارد که او روزه هست، او هم واجب و ضروری هست. بنابراین دلایل روزه ماه مبارک رمضان بر بالای مسلمان ها فرض گردانیده شده و بر روی حکمت هایی که بعضی از او را ما میدانیم از خلال احادیث و آیات قرآن کریم و بعضی هایش را جز الله متعال کسی دیگری نمیداند که بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه این حکمت های روزه را خدمت شما بیان خواهم کرد. با ما باشید. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری سوالشون اینه که آیا موندن طعم خمیر دندان در دهان بعد از شستن دندان و رفتن آن به داخل بدن با آب دهان موجب باطل شدن روزه می شود یا خیر؟ خمیر دندان استفادهش در ماه مبارک رمضان هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، جایز هست و ماندن طعم خمیر دندان در دهان هم شکننده روزه نیست و به صورت کلی حتی برای زنانی که برای چشیدن غذا و تعیین مقدار نمک غذا نیاز هست که غذا را بچشن این حکم شرعی وجود دارد. پس بنابراین به مجرد احساس کردن طعم غذا یا طعم خمیر دندان در دهان این در واقع سبب شکستن روزه نمی شود و اگر بالفرض این طعمی که در دهان مانده بود و نهایتاً با آب دهان وارد بدن شد باز هم این شکننده روزه نیست، مگر زمانی که جرم خمیر دندان و مایع خمیر دندان را فرو ببرد، در این صورت روزش می شکند. اما اگر مجرد فقط همین طعم خمیر دندان است که بعد از مسواک زدن در دهان مونده، این شکننده روزه نخواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم و گفتم که روزه ماه مبارک رمضان فرض و واجب است و فرضیت از او با ادله قرآن کریم و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ادله عقلی ثابت شده است و روزه ماه مبارک رمضان در سال دوم هجری مانند بیشترین احکام شرعیت فرض شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا آخرین حیات خود 9 ماه را روزه گرفتند که هر 9 رمضان را روزه گرفتند و روزه ماه مبارک رمضان برای حکمت‌های فرض گردیده که این حکمت‌ها بعضیاش از ما پوشیده است، الله متعال می‌داند و بعضیاش را علما از خلال احادیث و آیات قرآن کریم استنباط کردند. از جمله این حکمت‌های که علما او را از خلال آیات و احادیث استنباط کردند این است که اول حکمت روزه این است که روزه سبب تقوا و پرهیزگاری می شود و تقوا و پرهیزگاری است که جماع خیر است، جمع کننده همه خیر و امور نیکی هاست
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون دلالت بر این میکند که حکمت روزه این است که انسان با واسطه از این تقوا را به دست آورد، پرهیزگاری را به دست آورد. وقتی که انسان متقی شد، پرهیزگار شد، پرهیزگاری را به دست آورد، امین است که ولایت خدا را، ولایت الله متعال را به دست میارد، چون الله متعال میفرماید که والله ولی المتقین، و همچنین با تقوا محبت الله متعال به دست می آید. فإن الله يحب المتقین، در آیه دیگری خداوند میفرماید که فإن الله يحب المتقین، و همچنین با تقواست که معیت خاصی الله متعال، همراهی خاصی الله متعال به دست می آید. ان الله مع الذین اتقوا، الله متعال میفرماید که معیت خداوند همراه کسانی هستند که آنها متقی هستند. و همچنین الله متعال هیچ عملی را غیر از متقین قبول نمی کند و این تقواست که سبب قبول اعمال می گردد. انما یتقبل الله من المتقین، نیست جز این که الله متعال فقط و فقط از متقین اعمالشان را قبول می کند. و همچنین تقواست که انسان را به درجات اعلای جنت می رساند. الله متعال می فرماید ان المتقین فی مقام امین، متقین در مقام امن و امان هستند، در جایگاه امن و امان هستند. و از میفرماید فی جنات و نعیم، که جایگاه امن و امان مراد از او جنات نعیم هست که با تقوا انسان اعلاترین درجه جنت را به دست می آورد. و علما می فرماید که اگر غیر از این حکمت برای روزه حکمتی دیگر نمی بود، کافی بود که انسان را به درجه تقوا می رساند. و حکمت دومی از حکمت‌های روزه این است که روزه انسان را به شکر نعمت الله متعال وادار می سازد. روزه هست که توسط از انسان شکر نعمت‌های الله متعال را به جا می آورد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصم. بعد از او در آخر آیه الله متعال فرمود که لعلکم تشکرون، این ماه رمضان برای شما ماهی است که در او قرآن نازل شده، کسی که این ماه را درک میکند باید روزه بگیرد. به خاطر چی؟ لعلکم تشکرون، تا که شما شکر نعمتهای الله متعال را بجا آورید. روزه حکمت سومی از حکمتهای روزه این است که توسط روزه انسان خود را با اخلاق صبر و شکیبایی آراسته میکند. و روزه هست که انسانی مسلمان را صبر و شکیبایی می آزموند و تعلیم می دهد. و چون انسان در ماه مبارک رمضان با امتناع و اجتناب از خوردن و از نوشیدن و از جماع می تواند که نفس خود را با هر نوع صبر تدریب بدهد، با صبر با طاعت الله متعال که در مقابل طاعت الله متعال صبر کند، و صبر در مقابل اجتناب از معاصی الله متعال، از معاصی و گناهان، و همچنین صبر در مقابل قضا و قدر الله متعال. وقتی که انسان این خلقت صبر را کسب کرد، وقتی که انسان با گرفتن روزه از جمله صابرین گردید و صابرین با گرفتن خلقت صبر، با کسب کردن خلقت صبر، محبت الله متعال را به دست میارد. چون الله متعال میفرماید والله یحب الصابرین، الله متعال دوست دارد صابرین را. وقتی که انسان با گرفتن روزه خلقت صبر و شکیبایی را کسب کرد، میتواند که محبت الله متعال را هم کسب کند و میتواند که معیت و همراهی الله متعال را کسب کند. ان الله مع الصابرین، الله متعال همراه صابرین هست و میتواند که اجر و ثواب عظیمی که برای صابرین الله متعال وعده کرده او را کسب کند. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، نیست جز اینکه الله متعال صابرین را اجر و پاداش آنها را بدون حساب برشان میدهد. و حکمت دیگری از حکمتهای روزه این است که روزه امتحان و اختبار است برای انسان مسلمان، تا که صادق و کاذب از همدیگر جدا شوند. چون روزه هست که اعمال باطنی انسان است و از نیت انسان کس خبر نمی داشته باشه که این روزه هست، این نیست جز الله متعال.
و انسان اگر صادق نباشد، کاذب باشد، میتواند که مردم را فریب بدهد، در پنهانی رفته نان یا آب یا چیزی بخورد که روزه خود را بشکند. اما وقتی که در پنهان هم این کار را نمیکند، این دلالت به صدق ایمانی از او میکند. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. و این روزه هست که فتنه و اختبار برای انسان مسلمان است تا که صادق از کاذب، تا که مؤمن از منافق تمیز و جدا شود. و از جمله حکمت های روزه هم این است که روزه وقایه و حفاظت و نگهداری هست برای انسان مسلمان. روزه هست که انسان را از فسق و فجور و از محرمات نگاه میکند. روزه هست که انسان را از آتش جهنم محافظت میکند. و روزه هست که انسان را از امراض جسمی نگاه و وقایت میکند. و روزه هست که انسان را از اخلاق بد و از دروغ و از بهتان و از دشنام دادن و از اخلاقهای نامشروع انسان را نگاه میکند. و روزه هست که وقایه و نگاه کننده و محافظ انسان است از هر شهوات نفسانی و شهوات جنسی. و حکمت دیگری از حکمت‌های روزه این است که روزه خود یک مدرسه اجتماعی هست. و چون انسان در ماه مبارک رمضان همیشه کوشش میکند که عطف و احسان با فقرا و مساکین داشته باشد و کوشش میکند که تسلیت و شفقت و رحمت با فقرا و با مساکین و با مستمدان داشته باشد. و این خود یک مدرسه هست تا که این چیز را در غیر رمضان نقل بدهد و در غیر رمضان هم تطبیق کند. و همچنین روزه ماه مبارک رمضان یک مدرسه تربیوی است که انسان را به نظام و به انضباط و به ترتیب اوقات تربیت می‌دهد. و روزه هست که انسان در وقتی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیرد میتواند که وقت خود را به احسن با ترتیب خوب ترتیب بدهد، میتواند که نمازهای خود را به وقت خود بخواند و میتواند که از تسبیح و تکبیر الله متعال و تلاوت قرآن کریم را به احسن وجه انجام بدهد. و این یک نوع تربیت است برای انسان و تا که این را بعد رمضان در ماهای دیگر هم نقل بدهد و بتواند که در ماهای دیگر به می شکل وقت خود را، وقت نماز خود را، وقت تسبیح و تکبیر و وقت تلاوت خود را و وقت کار خود را همه را تنظیم و ترتیب کند. و همچنین از حکمت‌های روزه این است که روزه خود یک درمانگاه طبی هست، یک درمانگاه پزشکی هست و با روزه هست که انسان صحت جسمی خود را به دست می‌آورد و توسط روزه هست که جسم انسان صحیح و سالم میماند. و همچنین از حکمت‌های روزه این است که مراقبت انسان، روزه بر انسان مراقبت الله متعال و اخلاص برای الله متعال می‌آزماند، چون همچنانه که گفتیم که دیگر اعمال انسان ظاهر میباشد، میشه که هر کس او را ببیند، میشه که منافق هم او را انجام بدهد به خاطر دیدن مردم، لیکن روزه یک امر پنهانی است، یک چیزی قلبی هست تا که خود انسان ظاهر نکند کسی از او خبر نمی شود غیر جز الله متعال. و لذا روزه در این قلب انسان درس اخلاص و درس مراقبت را می گنجاند. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی فرمودند که الله متعال فرمود الصوم لی و انا اجزی به كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. هر عمل ابن آدم برای ازوست جز روزه و روزه فقط و فقط برای من هست و من هستم که جزا و ثواب و اجر روزه را برای ازو میدهم. و حکمت دیگری از حکمت‌های روزه که بزرگترین حکمت روزه است این است که روزه وقتی که انسان روزه میگیرد نائل به فضائل می شود که خداوند متعال و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای روزه‌دار وعده دادن و که او اجر و ثواب عظیم هست و مغفرت الله متعال است و دوری از آتش جهنم است و سبب دخول جنت است از باب ریان و همچنین سبب کفاره و بخشش گناه است و با گرفتن روزه این همه اجر و ثواب نصیب انسانی مسلمان می‌گردد. و روزه فرضی دارای شرایط است که از خلال احادیث گهربار و آیات قرآن کریم علما او را تهدید کردند و شرط اولی از شرط‌های فرضیت روزه اسلام هست
و مسلمان است که روزه ماه مبارک رمضان برای از او بر بالای از او فرض است و کسی که مسلمان نباشد کافر باشد اگر روزه بگیرد روزه برای از او فایده ندارد، چون شرط قبولی هم اعمال که از روزه هم است اولا اسلام هست و شرط دوم عقل است که انسانی عاقل باید بوده باشد و بر بالای شخص دیوانه یا مجنون به روزه فرض نیست و شرط سومی روزه بلوغ هست. وقتی بر بالای انسان روزه فرض می شود که به سن بلوغ برسد، به سن 15 سالگی، اما افضل و بهتر است که اطفال هم به گرفتن روزه تدریب شوند و تشویق شوند و ترغیب شوند، همچنان که در احادیث آمده که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه فرمودند که ما اطفال را تشویق و ترغیب به روزه گرفتن میکردیم و در خلال روز آنها را مشغول با العاب و با بازیچه ها میکردیم که تشنگی و گشنگی را نفهمند. و شرط چهارم قدرت هست. کسی که قادر بر روزه بوده باشد بر بالای از او فرض است، اما کسی که قادر نباشد مانند مریضی که قدرت روزه را نداشته باشد، شخصی کهنسالی که قدرت روزه را نداشته باشد بر بالای از آنها روزه فرض و واجب نیست. و همچنان که الله متعال می‌فرماید و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، کسایی که طاقت روزه گرفته را ندارند روزه بر بالایشان فرض نیست، بلکه در مقابل فدیه میدهند از هر روز و روزه را میتونن که بخورند. و همچنین شرط پنجم روزه اقامت هست. روزه بر بالای شخص مقیم فرض است اما بر بالای مسافر فرض نیست. مسافر کسی که در حالت سفر باشد میتواند که روزه خود را بگیرد و بعد از او قضایش را پسان در روزهایی که در اقامت باشد او را قضایی بیارد. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، کسایی که در ایام رمضان در سفر هستند یا مریض و بیمار هستند میتونند که روزه خود را بخورند، فعدة من ایام اخر باز قضایی را در روزهای دیگری بعد از رمضان بیارند. و شرط ششم وجوب روزه مانع که این است که مانع شرعی در انسان نبوده باشد و مانع شرعی مانند حیض و نفاس برای خانم ها، وقتی که خانم ها بیماری ماهواره یا نفاس در ماه مبارک رمضان برای اونها عارض و پیش می شود روزه نمیگیرند، روزه خود را میخورند و قضای او را بعد از رمضان میآرند. در اینجا وقت برنامه ما به پایان رسید و ادامه این مطالب را در قسمت های آینده خدمت شما بیان خواهم کرد. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.